چیزی را بالاخره در فلان ادویه میخوانم تا این که برو تو از این استفاده کن اولاد میاری. چنین حرفهای در بین جامعه، حال آنی که در اخیر بحث همه اینها اشاره خواهد شد. وقتی در ادویه اگر کسی بچه دار میشد، اگر در دعا بچه دار میشد، اگر در اینها اولاد دار میشد، سوال اینجاست برای همه برادران عزیز، آنهایی که دنبال شیخهای مزخرف میگردن و به جستجوی اولاد هستند، این را اشاره میکنم رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم اگر دستان خود را بلند میکردن آیا دعایشان رد میشد؟ رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم اگر دعا میکردن چگونه دعای رسول الله رد میشد؟ یعنی رسول الله رحمت للعالمین بود. حالان که رسول الله همراه حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین ازدواج میکنن، مدت 9 سال در عقد نکاح رسول الله قرار دارن، حضرت عایشه صدیقه اولاد نمی آورد. پس باید همه دم و دعاهای چوفها و بالاخره تعویزها و ورقه ها و اینها رو باید رسول الله به کار می انداختن. محبوب ترین زن به نزد رسول الله عایشه بود، از همه بیشتر عایشه رو دوست داشتن، چون صدیق اکبر پدر عایشه کسی بود که همراه و همسفر رسول الله صلی الله علیه وسلم قرار داشت. پس چگونه امروز کسانی میخواهند به وسیله دم و دعا و به وسیله بالاخره خوردن یک ادویه که اون هم به وسیله چیزهایی که خوردنش جواز ندارد، حالا یا سنگ میده کردن، سنگ را با ادویه کردن، یا اینکه رنگها را با ادویه گذاشتن و یا اون ادویه را با غذا مخلوط کردن و خوردن، چنین کاری نه پیامبر کرد، نه صحابه کرد، نه تابعین کرد، نه تبع تابعین کرد، هیچ کس نکرد. امروز چنین حرفهای مزخرف در بین جامعه، چون بحث ما ارتباط به این است که سحر و جادو را باید ما متوجه باشیم که در بین جامعه امروز به سطوح آمده است. هفتم، تأثیرگذاری روانی. یک عده از ساحرین هستند که سحرشان بر سر دیگران کار می کند که روح و روان انسان را به هم می زند، یعنی تأثیرش بر روح و روان هست. هشتم، سحر به اشخاص، به اون از اشخاصی که اونها سخنچینی میکنن. یعنی یک ساحر دیگر سحریات ندارد، اما کسانی را به اطراف و به این طرف و آن طرف میاندازد تا سخنچینی کنند، تا حرف دل دیگران را بکشد و بیرون کند بیاورد به نزد اون ساحر، تا وقتی مراجعینش به نزدش میرسن همه اونها را با خبر بسازد. پس من و شما وقتی دانستیم که سحر، ابن کثیر نقل از امام فخر رازی که امام فخر رازی سحر را به 8 نوع تقسیم می کند. حالا پیشینه سحر از چی زمانی بود؟ آیا در این عصر ما و شما پیدا شد؟ آیا در این عصر به وجود آمد؟ آیا 100 سال پیش به وجود آمد؟ 200 سال پیش؟ نه. سحر در قرآن عظیم الشأن بیان می کند که در زمان، تا حتی زمان حضرت نوح علیه السلام و بعد در زمان حضرت سلیمان علیه السلام، در زمان حضرت سلیمان علیه السلام سحر به اوج خود رسیده بود، به مرحله رسیده بود که تا حتی حضرت سلیمان تمام کتابهای ساحرین را جمع‌آوری کرد، همه مکر و حیلهشان را جمع‌آوری کرد، گفت جای دفن می کنم، یا به این که روزی بشود از این کتابها برای دفع سحر و ساحری به کار بیندازیم، یا این که اینها از بین برود. همه را حضرت سلیمان زیر تخت خود دفن می کند. در قول دیگر می آورد که ساحرین همه کتابها را آوردن زیر تخت حضرت سلیمان دفن کردند. حضرت سلیمان زمانی که فوت می کند، پیامبر خدا حضرت سلیمان علیه السلام زمانی که فوت می کند، کسانی که با خبر بودن می آیند سحر و کتابهای جادو و جادوگری از زیر تخت سلیمان علیه السلام بیرون می کنند
تا این که بعد میگویند سلیمان پیامبر نبود بلکه یک ساحر بود، یک جادوگر بود و تمام حکمت خود را از روی این کتابها، از روی سحر و جادو پیش می برد. خزنده و پرنده و جن و انس همه در خدمت سلیمان از این کاری که سحر می کرد در خدمتش بود. اینجا قرآن برای رسول معظم اسلام و برای اصحاب رسول خدا بیان می کند و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا. سلیمان کافر نبود، سلیمان پیامبر بود، سلیمان ساحر نبود، سلیمان پیامبر خدا بود. اما ولکن الشیاطین کفروا، شیطانهای جنی و انسی که بر سر حضرت سلیمان بعد از فوتش تهمت زدن، اونها کافر بودند. به همین ترتیب چون گفتم که بحث سحر و جادو خیلی بحث طولانی است، امیدواریم که در آینده ها از همین مدرسه که یک تن از مدرسین مدرسه، برادر عزیز بزرگوارمان جناب آقای عرفانی که مدرس همین مدرسه و ناظم همین مدرسه هستند، کتابی نوشته کردن ارتباط به تاریخچه سحر و جادو که انشاءالله در آینده های نزدیک یا انشاءالله به زودترین فرصت به خدمت شما برادران آن کتاب قرار خواهد گرفت. مسئله سحر و جادو در او خیلی توضیح داده شده، اما امروز فقط همان، اگر نمیتوانیم آب دریا را تمام بگیریم، فقط قطره هم کفایت می کند. در زمان حضرت سلیمان علیه السلام، در آن وقت و زمان وقتی دو ملک، ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر و ما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت، دو ملک برای تعلیم سحر، تا این که سحر و جادو به اوج خود رسیده بود، ملائکه آمدن تا این که دفع مضرات سحر را بنمایند. ملائکه آمده بودند تا تعلیم سحر را برای دیگران یاد بدهند تا دیگران بتوانند سحر را از خود دفع کنند. اینجا وقتی این هاروت و ماروت آمد، فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجه، اونهایی هم که تعلیم سحر گرفتن در چی راهی مصرف کردن؟ فیتعلمون الناس السحر و ما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت و ما یعلمان من احد حتی یقول انما نحن فترة فلا تکفر فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجه. اونهایی که تعلیم سحر گرفتن تفرقه ایجاد کردن، نفاق ایجاد کردن بین زن و شوهر. یعنی کار سحر و جادو چنین هست. به همین ترتیب میرسه در زمان حضرت موسی علیه السلام، در زمان حضرت موسی علیه السلام سحر و جادو به اوج خود رسیده بود که میبینیم معجزات حضرت موسی علیه السلام، اون عصای موسی هست، ید بیضا هست تا این که دهن ساحر و ساحرین را ببندد. زمانی که حضرت موسی علیه السلام پیامبر خدا بود، قرآن عظیم الشان میفرماید اذهب الی فرعون انه طغی، برو ای موسی به طرف فرعون که او سرکش هست. اذهب الی فرعون انه طغی فقل هل لک الی ان تزکی، بگو برایش آیا دوست نداری خود را تزکیه کنی، پاک کنی، و اهدیک الی ربک فتخشی، و هدایت بشی به سوی پروردگار خود و از پروردگار خود بترسی، و اهدیک الی ربک فتخشی فاراه الآیة الکبری. حضرت موسی تنها خداوند میگه تنها حضرت موسی روان نکردیم، بلکه فاراه الآیة الکبری، ما یک معجزه بزرگی برای موسی دادیم، همراهش روان کردیم. حالا معجزه بزرگ حضرت موسی عصای حضرت موسی بود. عصای حضرت موسی بزرگترین معجزه در عصر همان وقت زمان بود. اینجا وقتی این نسایی حضرت موسی را فرعون و فرعونیان شنیدن، فرعون فحشر فنادا، همه را جمع کرد، ندا کرد، تمام ساحر و جادوگر و کاهنین وقت و زمان خور همه را جمع آوری کرد. بعد گفت فحشر فنادا فقال انا ربکم الاعلی، من پروردگار بلند بلند شما هستم. بیایید که موسی چی میگوید. موسی امروز چی ادعای دارد؟ موسی ما را به سوی خود دعوت کرده و به سوی پروردگار خود دعوت کرده. اینجا همه ساحرین را گفت باید موسی را به اینجا عاجز کرد. همه ساحرین را جمع کرد، گفت هر ساحری امروز موسی را عاجز کند، همان وظیفه و وزیر دست راست و چپ من خواهد بود و از جمله بزرگان و سردمداران حکومت من خواهد شد.
هر کدام ساحرین آمدن، یک ریسمانی به دست داشت، یک طنابی به دست داشته، همه را به میدان انداختن، همه تبدیل به مارهای عجیب و غریبی شد که تا حتی همه وحشت گرفتن، تا حتی فوجد موسی، حضرت موسی هم حالت وحشت بری از او پیش آمد. خداوند جل جلاله فاوجس منهم خیفه قالوا لا تخف، ای موسی تو نترس، و انت اعلا تو بلندی، تو غالبی، هیچ کس بر تو غالب نمی شود. اینجا فالق عصاک، ای موسی تو هم عصای خود را بینداز. حضرت موسی زمانی که عصای خود را در بین اون مار و اژدهاهای ساحرین فرعون می اندازد، عصای موسی تبدیل به اژدهایی می شود که تمام مار و گژدم و تمام اژدهاهای ساحران فرعون را همه را می بلبد، همه اونها را می خورد، همه پا به فرار می گذارن، همه فرار می کنن. این است مسئله حضرت موسی علیه السلام که اینجا متوجه می شوند ساحرین همه اونها خود را به دست پای موسی می اندازن، میگن آمنا برب هارون و موسی. تکبیر! یعنی سحر در زمان نمرود و نمریدیان بود، در زمان فرعون و فرعونیان بود، همچنین میرسیم در عصر نبی کریم صلی الله علیه و سلم. در زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم سحر و جادو بود، به مرحله رسید که رسول الله را سحر و جادو کردن. پس ببینیم سحر و جادو در تمام عصرها بوده و کسانی هستند که سحر و جادو میکنن و بر سر رسول الله کار کرد و بعد از سوره معوذتین از جان رسول الله دفع شد. اما امروز امت محمد و رسول الله هیچ کس نمیتواند سحر و جادو کند، چون رسول الله فرمودند هر کسی که زمانی که احساس خستگی میکند این دو سوره مبارک را بخواند و بر وجود خود کوف کند، تمام خستگی ها از بدنش و اگر سحر و جادو باشد همه دفع می شود و خنثی می شود. بحث طولانی است. ارتباط به سحر و جادو، حقیقت سحر از دیدگاه دین مبین اسلام، یعنی سحر هست. قرآن سحر را تایید می کند، در زمانهای گذشته بوده و الان هست و تا به قیام قیامت هست. اما دفع سحر و جادو و جادوگری با این دو سوره مبارک قل اعوذ برب الناس و اینها دفع می شود. فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجه، اونهایی که تعلیم میگیرن به خاطر چی؟ تا تفرقه بیندازن بین زن و شوهر. آیه دیگر میفرماید و ما هم بضارین به من احد الا باذن الله، هیچ کس از پیش خود کاری کرده نمیتواند مگر به اذن پروردگار.